در مسابقه نیتی بد شود غالب میشوید. بهوده گپ نزن. در اصل تو انصاف نداری. رفتگار رو چخیل با آسانی زود فراموش کردی. کور نمک. ایبا نان را دراز کن پسرم. قادر در کجاست؟ به فکرم آمادگی میبینن. خیلی آمادگی. وای 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 دوستان، با مثل رئیسا شده ایم. پسرم تنجی است؟ آسان نیست. امروز روزی اولی کارش در شرکت است. خیلی یعنی قادر امروز همراه با من در شرکت به کار شروع میکنه. البته اگر هم دیگر فهمی شود درباره شرایط حالا گپ نزدیم. البته دوستان، درباره معاش شرایط همش رو گپ زد. البته دوستم خاطر نشوم به عقلم. قادر رو بینید؟ دانشگاه رو 2 سال دیر ختم کرد اما زود صاحب جای کار شد. در استانبول کسی بیکار نمیماند. تو به مکتب 90 میروی، قادر باشد به کار 90 میرود. فهمیدی دختر زیبایم؟ دخترم بازی نکرده خوراکت رو خور. مسئله این خوراک رو به آخر رسانیم مجید خانم. بسیار وقت به خوراک چیچک دخالت نکردم. او چی را که خواهد استعمال کرد و به فربشتن شروع کرد. باید با دقت باشد برای اون که به سنی بلوغت رسیده است. بله برای من دخالت نکنید. او دخل ناپذیری دارد. شما مادر و پسر علف خورید. به ما دخالت نکنید. مادرم حق هستن بیبی جان. باید اهمیت دهم. پسرم اقلا تو بخور. بیبی جان حاضر خوردم. چیچک، شاید تو رو امروز در مکتب رفیقانت عذاب دهند. تو اهمیت نده. مایلش. گفته های مردم عموما مهم نیست. تو خود مهمی باشی. با آنها اهمیت نده. خواطر نشوید، سر شما رو خم نمی کنم. غیر از این چاره‌اش رو اندیشیدم. چاره‌اش چی بوده است؟ انا این. نیلگون بیگاه وا میخورید. تو بازدید. بچه ها در بیرون شما را انتظار میشوم. پسری زیبایم. چشم نرسد. خیر میرویم. نه شما دیر نکنید، زود روید. آخر بیا تو هم با ما رو. قادر من حسرت رو میبرم. مایلش به تو زنگ میزنم. فهمو سراسی من نشد. مبارک شود. سلامت باشید مادر جان. خیر دختر. تو بازدید خاله نیست. تو بازدید. باز یک تای دیگر تیار کن. خوب شده زکه حاضر. صبح بخیر جناب. صبح بخیر. جناب حجت ها را آماده کردیم. از نظر میگذارم. خوب سلامت باش. تو را با پسرم شناس میکنم. بسیار شدم. محمد. من قادر. خوب برای کار. بیا. مرحمت کنید جناب قادر. صبح بخیر جناب. صبح بخیر. یاورم عایشه. پسرم قادر. خیلی شدم. من هم جناب. جنابی کمال چایتان. تشکر زیاد. سلامت باشید. شما چی می نوشید جناب قادر؟ چای سیاه. تشکر با شما. پدر من در اینجا چیکار میکنم؟ یعنی بغیر از با آدمان شناس شدن. همه چیز وقتی خودش رو دارد پسرم. وقتش می آید.
ما خوب میدانیم که آدما رو چطور کار فرماییم. همین طوره. در اینجا بودنی تو برای همه خوب شدی با. اما وقتی که رفتنی تو به یادم رسد غمگین میشوم. باور کن منم غمگین میشوم. لیکن درستش همین است. سالها با من اویلا شده قرض شما را پرداخت کرده نمیتوانم. لیکن بس است. من با مثل چیز زندگی کرده نمیتوانم. مثل چی؟ ندانم. با مانند مفتخور. تو چی ها میگویی با؟ این طور نگو. همین طور. با مانند موهی میمون. پس از روز سیم بوی بد میبرارد. نمیبینی اگر تو در اینجا باشی قادر خرسند است. اگر تو نمیبودی او روی قدر عوض کرده نمیتوانستیم. این همه کارها به آسانی حل میشدن. من در اصل یگان کار نکردم. اهمیت نده. قادرم میخواد که عوض شود اما آسان نیست. خیر فهمو. من از روز اول به دست دیر نکنم. مایل است. حسرت بعد درس با میخوریم ها؟ مایل است. روز خوش. با تو باشد استانبولی خوش. چیچک نگاه کن. شاید تو از این پس نسبت رو دیگر کنی. انیق همین خیر. جناب کمال در حجره‌اش است؟ بله خانم. بین تدارکات رو این طور به گروه ها جدا میکنیم. این در اینجا چی کار میکنه؟ خوش آمدی پسرم. چی حال داری؟ خوبم. مادرم به شما سوال دادند. تو را با همکار نوت شناس میکنم. قادر، مرد، من بعد همراه کار میکنیم. سلام شاگردان. شینید. من معلمه موسیقی نوتان حضرت کایالار. معلمه شما آقای چیچک هستید؟ اکنون یک جای زندگی میکنید معلمه؟ سوال امتحان ها رو با چیچک میدید؟